یه روز یه پسر عاشق میشه، بعد از مدت‌ها میره خواستگاری عشقش. پدر و دختره به پسر میگه شغلت چیه؟ پسر آهی از ته قلبش میکشه و میگه رانندم، خرجم با بدبختی در میارم. پدر دختر با مسخره میگه مسافر کشی. پسر میگه نه، بارکشم، از بندر بار میبرم به مقصد. پدر دختر میگه خوش اومدی، من دختر به قاچاقچی نمیدم. پسر با ناراحتی میره. بعد از مدت‌ها یه روزی چند تا ماشین میبینه که دارن شادی میکنن. میره پیششون یه ماشین عروس میبینه. عشقشو کنار رفیقش میبینه تو ماشین عروس. سرعتشو پر میکنه و جلوشون میزنه رو ترمز. نوشته پشت شیشه راننده شوتی توجه عشقه رو جلب میکنه به خودش. پشت شیشه نوشته شده بود ما به جرم عاشقی این چنین تنها شدیم، چون نداریم همدمی آواره جاده ها شدیم. ماشین عروسی